تا اینجا بتونی برام یه کانال مستقل مالی باز کنی. اون مسئولی که خودش یا یکی از اعضای خانواده‌اش تابعیت دوگانه داره تو چه توقعی ازش داری؟ چند سال بچه من رو گروگان گرفت و وادارم کنه هر کاری میخواد براش بکنم. پس آقای رحمانی هم برگشتن ایران. لابیای سندویچ رو کی تشکیل داره؟ بریتانیا. سلام مادر. صبح خیر عزیز. کجا؟ صبحت بخیر. میرم نون بگیرم. نه نمیخوام، الان نرمشم تموم شه خودم میرم. نه دیگه لباس پوشیدم مادر. عزیز تا من هستم که شما نباید بری. برو داخل، الان میرم میگیرم. زحمتت میشه. نه زحمت چیه؟ باش دست درد نکن. محمد جان تلفن. دست درد نکن. سلام آقا، صبح خیر. سلام. صبح خیر. خونه ای؟ بله آقا، دیر کردم. شروع شد محمد، شروع شد. از نهاد تماس گرفتم. شخص مقام مسئول میخواد منو ببینه. چه عجیب. دیگه مال شاید موضوع پسرموش نباشه. آخه صبح به این زودی شخصا زنگ بزنه و قرار ملاقات بذاره دفترش. چی بگم والا، یه کمی غیر منتظره است. ببینم ما در این مورد مسئله این موردی که نداشتیم، باگی چیزی نداشتیم. بعیده یا نداشتیم؟ از نظر من نداشتیم. خب فکر کن محمد. اشرفی، آقای شهیدی تو بازجوییش از اشرفی در مورد غلامرضا رحمانی پرسیده بود. پس احتمالاً همینه. اشرفی با یکی در این مورد تو زندان حرف زده. ببین حساسیت سوژه رفته بالا، مراقب باش آتویی ندید که مسیر پرونده مختل بشه. بله حتما. اصلا شیوه مراقبت و اشراف رو تغییر بده. تمام خطاش رو لازم داریم، حقیقی و مجازی. بله آقا چشم. فعلا. حالا داوود صبحت بخیر. الان تمیم رحمانی کیه؟ ساعت 9:22 صبح رحمانی از خونه‌ش اومد بیرون، سوار ماشین شد رفت. پس این بنزه شما زومش کن. چشم. خب حالا این یکی هم بنز رو بان. بله. دو تاست. بله 2 تاست. قبلا که بررسی کردیم فقط یه خط به نام خودش داشت. باید خط دومش پیدا کنیم. آدمای دفترش، هر کسی که باشه ارتباط داره رو بررسی کن. تمام اپراتورها، اعتباری یا دائمی. شاید میمونه؟ حتما. ممنون. مخلصم. خب کارا چطور پیش رفت؟ استخدام دخترتون؟
عالی. واقعا ممنون از حمایتتون. من که گفتم همکاری با ما به سود هر دومونه. بله قبول دارم. برنامه‌تون چیه؟ برای؟ شنیدم دامادتونم رفته لندن. تازه رسیده بود اونجا که من برگشتم. خیالم راحت شد. اینجوری دیگه فریبه هم اونجا تنها نیست. خیلی هم عالی. این لیست شرکتیه که به اسم دامادتون ثبت شده. ایشون میتونه در زمینه صادرات و واردات در انگلستان فعالیت کنه. همون تخصص خودش در آمریکا. ممنون. واقعا ازتون ممنونم. یه دلیل دیگه که نشون میده ما همه جوره هوای دوستامونو داریم. شما چطور؟ شما چقدر هوای دوستاتونو دارین؟ خب اونقدر که خودم نرم رو هوا هواشونو دارم. به حال حساب 2 تا 4 تاست دیگه. خوشم اومد. سرت تو حساب کتابه. ممنونم. خوبه. پس حالا که برگشتیم میتونیم روابط بیشتری داشته باشیم. حتما. هر جور که شما بخواید. Hello? Hi, Moti. How are you? Bad. Anything happened? I haven't heard from Sharif for the past few days. What does that mean? He called me 3 days ago and said he had some good news for us. Haven't heard from him since then. And? I was waiting for his call, but he didn't call me. I waited till night, then I called him myself. His phone is off. Could it be related to your last conversation? I don't think so. Our last conversation was nothing special. Before he hung up, he sent me a few files, which I directly sent it to you. Well, okay. What's your assumption? I think something has happened to him. Like what? I don't know, maybe they have him. Afghans? Iranians might have asked them. They have good relationships. If that's the case, it's not good at all. If they got him, they'll get to me soon. Can you clear out? Yeah. But I lose the connection to his network. Clear out. All right. Ask Eric to come here right now. Okay. هلو اریک. بله. آقای دکتر مهمونتون اومد. مهمون؟ بله. ببخشید وقتی با شما تلفنی هماهنگ کردم حواسم نبود جلسه دارم. حال شما آقای دکتر؟ برای چی اومدین اینجا؟ من که به شما گفته بودم دست بردار دکتر. تو از چی میترسی؟ اینجا اومدن شما صحیح نیست. من زیر ذرابین هستم. بگو چی شده تا کمکت کنم. چی داری میگی آقای رحمانی؟ چی کمکت کنم؟ چطوری میخوای کمکم کنی؟ بخوا واسه همینی که من اینجا. اصل مسئله و اصل موضوع بودن شما اینجاست. من زیر ذرابین هستم. چطوری میخوای کمک کنی به من؟ با تماس گرفتن؟
یا شاید هم اومدن دیدنت. نکنه احضارت کردن که اینجور به هم ریختی؟ ببین آقای رحمانی، چند بار به شما گفتم من زیر ذره‌بین هستم. تماس داشتن با شما یا خانم نیکپور اوضاع رو بدتر میکنه. لطفاً یک مدت هر گونه ارتباطی رو با من قطع کنید. نگران نباش دکتر، تو ناسلامتی معاون بانک مرکزی هستی. خودتو دست کم نگیر. مگه الکی که هر کی بیاد سراغتو بخواد بازخواستت کنه؟ حالا کی بودن اینا که اومدن سراغت؟ امنیتی ها از بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی. 2 نفرم بودن. چی میخواستن؟ دلیل اتفاقاتی که توی بازار ارز و سکه افتاده پرسیدن. خب اون آدمای حرفه‌ای هستن، اقتصاد از منم بهتر بلدن. میدونن که اگر بانک مرکزی به موقع وارد عمل شده بود و ارز به بازار تزریق کرده بود قیمت‌ها اینقدر بالا نمیرفت. پس چه آزادی؟ خب میگفتی تحریم ها باعث کاهش ارزش پول ملی شده. دلیل از این قانع کننده تر؟ ببین دکتر، هر کاری که دلت میخواد با این بازار بکن. بخر، بفروش، از بریز تو بازار، جمع کن. هر دلی میخوای به سر این بازار بگیری بگیر. اونقدر سند مدرک ازت دارم که نتونی خودتو کنار بکشی. نمیذارم. نانه باز کن غذای چه بته مرد خودم برایش میتم. به خاطر چی؟ زندانی ویژه است، اجازه ندارم در باز کنم. بته من نانو بده. نانش برو دیگه. میرو. برو من بچهش میتون. برو یالا برو. میرو مالا یالا. زندانی بیا غذای تو بگی. یالا ابراهیم شریف بیا غذای تو بگی. میگه کری.
الو صدای من میشنوی؟ سلام، نفر به عنوان زندانی مخصوص در زندان است. بله، برگه حضورش موجود است. تانستم عکس بگیرم. صحیح است، حتما ارسال میکنم. خداحافظ. He's imprisoned in Afghanistan. Are you sure? Yes. What's the accusation? I sent someone to inspect his case. He is in jail. Why would the Afghanistan government take Sharif under custody? He did his mission undercover. If Iran intervenes, we will be in trouble. We have to see what's written in his case. It's important not to let the Iranians have the case. It's very likely for them to give him in. Iran and Afghanistan have a very good relationship. We shouldn't let this happen. If they have him, we will be involved too. His connection to his sources in Iran and most importantly, his connection to Charlotte. We have to make them hand him to us. Sheriff has a high level of information and we don't have much time. Sheriff is not beneficial to us anymore. Check if the cyber section has decrypted the files I gave them or not. By the way, publish what Sharif has found about the Iranian intelligence data structure with a certain plan. Okay. خانم چیزی احتیاج نداری؟ ارزون میدم. چیزی احتیاج نداری؟ سرپرست خانواده‌ام. ارزون میدم. احتیاج ندارین چیزی؟ شما چیزی لازم ندارین؟ چیزی احتیاج ندارین شما؟ خانم خرید نمی‌کنین؟ ارزون میدم. سلام خوبی؟ ممنون بفرمایید. الو رسول جونم فرشید موقعیت منو داری؟ آره دارم. این سوری تا همه موقعیت رفت توی کافی شاپ. یه لحظه صبر کن خبرت میکنم. دیگه من اوقات فراغت میرم اینجا. خوب کاری میکنی. چه خبر؟ تنها اومدین؟ مرادی دسترسی دوربینه اماکن. درست. شبکه 11 باز. ممنونم ازت.
فرشی جونم رسول. دسترسی دوربیناشو ندارم، میتونی بری داخل؟ آره میتونم. دمت گرم. آب میوه داریم؟ بله. یه دونه آب طالبی. بله حتما. فرشی جانم رسول. صورت نفر دوم مشخص نیست. یه ذره دوربینو جابجا کن. مشکل گوشی. بهتره الان؟ خوبه. فرشی تکونش نده، خوبه. همینجوری ثابت نگرش دار. چی داری رسول؟ سلام. فرشید داره تصویر ارسال میکنه. تیمیم شارلوته. فرزاد جوشنی، متولد 1369 تهران، مجرد فوق لیسانس مردم شناسی از دانشگاه تهران، پژوهشگر، 3 سالم تو خبرگزاری مختلف کار کرده. چند سال پیشم یه مقاله نوشته که توش ادعا کرده قانون ایران از اسیدپاشی به زنان حمایت میکنه که قوه قضاییه ازش شکایت میکنه بابت این ادعای دروغینش. یه مدت با هم درگیر بودن، در نهایت از اون نشریه اخراج شده. رسول جان، دسترسیاشو بررسی کن. ببین کجاست، چی کار میکنه، هر چی میتونی ازش در بیار. چشم. مخلصم. انجام شد؟ آدم واردش کنم. عالی. داوود جان رسول. یه دقیقه بیا اینجا کمک. چیه باز؟ تو کارت مشکل خورده بگو جانم، من اصلا واسه همین تو این سایتم. وقت دنیا رو میگیری با این. ولی خودمونی. خدا خیلی دوست داره. بپرس چرا؟ چون هر موقع کارت مشکل میخوره آدابید این اطرافه. آره خدا که دوستم داره، ولی خدا تو رو هم خیلی دوست داره. بپرس چرا؟ چون حداقل اینجوری یه چیزی یاد میگیری. به این چی میگن آموزه ضمن خدمت. تو خوبی بگو کارت میرم. ببین مثلا خیلی شلوغه، باید رو سوژه سوار باشم. خب فرزاد جوشنی، برو یه سرچ کن ببین اطلاعات چی میتونی ازش در بیاری. آیدی چیزی داره یا نداره، دسترسیشو بررسی کن. فرزاد جوشنی. آره فرزاد جوشنی. داوود دمت گرم. ما دوست دارم رسول. آب سوی بجز. ممنون. این روز برندی. این دیگه که نگاه نکن برادر من. نگاه نکن رسول. چی شده؟ کد ملیشو بفرست بکنم که من بازیکنم که تو میخوای نیست. کیه مگه؟ هیچی بابا، ندونی بهتره. فرستادی؟ میفرستم الان برات. بابا اجازه. خسته نباشی. این چیه دیگه؟ Hello, Paul. What? You got scared? No. What do you want? I brought you the decrypted files reports. Give it to me. What else do you want? A wide smile.
سلام. سلام. خونه ای؟ آره من اینجام. چی شده خونه ای؟ یه خود نوشتنی داشتم موندم انجام بدم. تو چرا زود برگشتی؟ فلشم تو لپتاپ جا مونده مادم برش دارم. داری چی کار میکنی؟ غذا درست باری کلا. خوشمزه است، فقط یکم بهش نمک بزن. باری کلا چقدر به خودت رسیدی؟ ما که هستیم این کارو نمی کنیم. میگم اگه موافقی امشب بیام دومایت با هم شام بریم بیرون. نظرت چیه؟ خیلی وقت بیرون نرفتیم. نه باش یه وقت دیگه خود خستم. چیزی شده؟ چه چیزی؟ نمیدونم. یه جوری شدی. رفتارت عوض شده. اتفاقی افتاده؟ گفتم که یه خود خستم حال ندارم. بس که به خودت فشار میاری. محمد علی خسته شدی. یه چند روزی مرخصی بگی با هم دیگه بریم سفر، بریم دبی، ترکیه، اصلا بریم یونان. چطوره؟ فعلا که شلوغم باشه برای بعد. شلوغم کار همیشه هست محمد علی. فقط مهم اینه که تو حالت خوب باشه. اگه نظرت عوض شد به هم زنگ بزن با هم بریم بیرون. حدودای 8 فعلا. چطوری شالت؟ کجایی؟ خونم. چطور؟ نشونی بده بیام ببینمت، کار مهم دارم. چیز شده؟ باید حضوری حرف بزنیم. خب ببین اگه اون لیست رو میخوای من هنوز آماده نکردم. نه یه مورد دیگه است. خب خونه که نمیشه، باید بیرون قرار بذاری. باشه کنار دریاچه همون جای قبلی. باشه تا نیم ساعت دیگه ببینمت. باشه خلاص. آقا محمد، آقا یه مورد مصطفی با شارلوت قرار گذاشت کنار دریاچه همون جای قبلی. پس زحمت بکش تیم شنود رو اعزام کن به منطقه دریاچه، سعیدم باشون هماهنگ کن. چشم. آقا یه مورد دیگه، از تماس شارلوت با سرویس متوجه شدیم میخوان یه نیروی جایگزین به جای شریف بفرستن منطقه شرق کشور. با توجه به گزارشی که منبعمون از لندن فرستاده، خبر عملیات ما و پرونده‌ای که با همکاری اداره امنیت افغانستان برای شریف طراحی کردیم به گوش MI6 رسیده و اونا تا الان فریب خوردن که شریف در افغانستان زندانیه، نه اینجا. قطعا سرویس با یه گزارش قانع نمیشه. همون منبعشون که گزارش ساختگی ما رو به دستشون رسونده حتما مأموریت داره حضور فیزیکی شریف رو در زندان تایید کنه. من فکر میکنم که شریف دیگه موردی نیست که به درد MI6 بخوره. اون از موقعیتش در ایران و فرارش به افغانستان، اینم از زندانی شدنش، عملا یه مورد سوخته است. به درد MI6 نمیخوره. آره درسته. سرمایه گذاری روی مهره سوخته اساسا عقلانی نیست. حتما نقشه حذفش رو کشیدن. آقا حق با آقای شهیدیه. سرویس به 2 علت میتونه شریف رو حذف بکنه. اول اینکه اینا میترسن بالاخره شریف کم بیاره اعتراف کنه و دومی که مهمتره شبکه شریف تو منطقه است که عملا با این حالت میسوزه و خیلی ها شناسایی و دستگیر میشن. پس با این حساب سرویس اگه مطمئن بشه که شریف اعتراف نکرده و اون رو نکشه دیگه شبکه رو تعطیل نمیکنه. دقیقاً. اینطوری این شبکه میتونه حالا کارکرد خودشو داشته باشه، با این تفاوت که الان زیر چتر ما هستن و از طرفی هم MI6 خبر نداره الان به جای شریف یکی از نیروهای امنیت افغانستان تو زندانه. به نظر شما بهترین گزینه برای حذف شریف از نظر اونا چی میتونه باشه؟ مسمومیت
یا اینکه تحت پوشش معاینه پزشکی یا دکتر یا حتی یه نفر به عنوان وکیل ببرن سر وقتش و همونجا کارشو یه سره کنم. انگلیس اگه فرصت پیدا کنه و به خیال خودش شریف زندانی رو به قتل برسونه، قطعاً برای بررسی جسدش برنامه‌ریزی میکنه، چه توی زندان چه وقتی که دارن دفنش میکنن. آقا میشه اعلام کرد جسدشو بردن زادگاهش امارات، یا اینکه خود افغانستان اعلام کنه محل دفن جسد به دلایل امنیتی اعلام نمیشه. بهترین راهه. محمد جانم آقا. با خود سرویس امنیتی افغانستان هماهنگ شد در همه زمینه‌ها. شدم آقا. حتی برای حفظ سلامت بدن شریف سپردم که خورد و خوراکش تو زندان و رفت آمد به سلولش هم چک بشه. آفرین. پس با این حساب مولای درز نقشه ما نمیره. انشالله. سلام. سلام. خوبی؟ چطوری؟ چطورم؟ دیر که نکردم؟ نه خیلی هم به موقع است. خب کجا بریم؟ حدشون رو بگیم. بریم سمت اسکله. بریم. تو من آماده باش. آماده شو. خانم کجا؟ آقا ببخشید بچه عجله داره. نه نوبت این آقاست، بیاین پایین. خیلی بی‌تابی می‌کنه. عیب نداره، بیاین پایین، نوبت این خانم آقاست. بفرمایید. بیاین عجله کن. من بچه‌تو بیرون. ممنونم آقا، دست شما درد نکنه. خودم بیا بیرون. نوبت رو رعایت کن. برید ته صف. چشم مامان بریم ته صف. خانم آقا بفرمایید. آقای بفرمایید شما. علی حسین کجایی پس؟ رسیدی؟ خیلی خوبم. خانم بفرمایید. برید. آماده اید؟ برو نتاز بچینید. چی شد پس؟ بابا بس شد. بدش یکم علوم بده. نیروهای امنیتی با همه متمرکز شده. چیزی شده؟ نه اصلا حضورشون رو همه جا حس میکنی. نگران نباش، تو فقط روی شریف متمرکز شو. مسیرهای ارتباطیت رو با شریف بررسی کن. چجوری باش تماس داشتی؟ من با ایمیل. تماس تلفنی چی؟ تماس تلفنی یادم نمیاد. مهمه، فکر کن. فکر کنم یکی دو بار زمان مذاکرات باش تماس داشتم. از چه خطی؟ اگه اشتباه نکنم یه بار با تلفن انگلستان بود، یه دفعه هم با خط اتریش. خب اون با چه تلفنی بود؟ من از شریف فقط یه خط دارم. تلفنی که باش تماس داشتی به اسم خودته؟ تلفن انگلستان به اسم خودمه ولی خط اتریش رو رابطم بهم داده بود. خب ایمیلات چی؟ چه ایمیلایی با هم رد و بدل کردیم؟ ایمیلایی که من برای شریف میزدم گزارشایی از پشت پرده مذاکرات هسته‌ای، تبادل اقتصادی شرکت‌های پوششی ایران برای دور زدن تحریما، خبرهای مجمع، اینا رو براش میفرستادم. اونم دسته‌بندی میکرد میفرستاد برای بالادستیش. فکر کنم برای تو هم فرستاده، درسته؟ شارلوت تو که گفتی شریف از ایران رفته، افغانستان دستگیر شده. خب اگه تحویل ایران بشه نمیشه. خواهی شد. نگران نباش.
ما نمیذاریم دست ایرانیا بهش برسه. حتی اگه دست اینا هم بهش نرسه اون ور بازجویش کنن اسمی از ما ببره دوباره خبرش اینجا میرسه. من برای همین اینجا باید رد همه ارتباطاتت با شریف رو پاک کنیم. فرض بر محال هم اگر شریف جایی اسمی از ما ببره نباید بتونن به ما برسن. من پشت رو پاک کردم هم هر جور میتونی این کار رو انجام بده. رفت تو ویلای ته کوچه. چیکاره رسول؟ ظاهرا ماجرا جدی آقا. نه؟ این غلامرضا رحمانیه. تازه رسید سر قرار. مثلا دو تا نقطه هم باید وحید رسولی و کاظم چی بود فامیلیش؟ اسدزاده. اسدزاده باشه. بله. دسترسی به موبایلشون داری؟ شنود؟ دوربین. اینترنت وحید رسولی روشنه. قبلا موبایلش آلوده کردیم. شاید بتونم دوربین یا میکروفونش رو روشن کنم. تنهایی میتونی؟ تونستنشون میتونم آقا، ولی زمان بره. اگه علی باشه خیلی بهتره. نه. علی آقای سایبری چطوره؟ خوبی؟ یه تو که پای بیا رسول کارت داره. بابا چرا پای منو میکشیم اصلا؟ من دوباره میاد میگه گذر پوست افتاد به دقیقه. هیچ. گفت میاد دیگه. کارت برس رسول. بعد چی دلبری میکنه لامصب؟ بعد چی دلبری میکنه؟ تا همین الان نفروخته پول اون 2 برابر شده. رفتی دکتر قراری چه ثبت نام مجدد شروع کنن؟ خبر میدم. خبر بدن یا خبر ندن؟ اصل سکه های بازار اینجاست. فکر کنم گوشی زنگ علی ببخشید. مطمئن؟ باشه خبرت میکنم. دکتر جون مژده بده. دکتر جون همه چی سکه چی میخوای از این بهتر؟ حالا باید یه جای امن پیدا کنیم. امن‌ترین جا گاف صندوق حجره منو خودم نگهشون میدونم. جای امن سراغ برم. سیف
جمع جور کنید تا فردا صبح خودم بیام ببرمشون. من دیگه دیره باید برم. اگه کسی خلاف کرده باید پیامدش هم بپذیره. با حقوق هماهنگی کن، حکم جلب رحمانی تیمش رو بگیر. آماده باشید ورود بکنیم. الان تکون بخوری مامورای امنیتی ردتون میزنه. پسرعموی مقام رده بالا که سهله. اگه خود مقام رده بالا باشه من حکم داشته باشم ببرمش میبرمش. تو چه مسئولی هستی که گرفتاری مردم برات اصلا مهم نیست؟ شاید حکایت پسر دکتر فرمن. پارسال هم همینجوری گول خوردیم. گفتن تلفنش و ماشینش جفت تو پارکینگ